Welcome to Barber Paz. ماهیتابه رو بذار گرم بشه. کمی روغن بریز. گوشت گوسفند که ریز شده و شسته و تمیز شده بریز. الان که رنگش عوض شده 2 تا پیاز نگینی خرد شده بریز. به این مرحله که رسید 2 قاشق پوره سیر و زنجبیل اضافه کن. الان کمی فلفل قرمز، کمی زردچوبه و کمی نمک. Please subscribe, like, and press the bell. این وسط کمی روغن بریز. 2 قاشق رب رو اضافه کن و کمی سرخ کن. الان 1 لیوان آب بهش اضافه کن. در قابلمه رو بذار و 15 دقیقه بهش وقت بده با درجه حرارت پایین.